شب 12 ایول یک مرد 36 ساله ساکن دهه درقد ناحیه فرخار که در مرز تاجیکستان با افغانستان جایگیر است از تیر سربازان نیروهای سرحدی زخمی شده در بیمارستان جان باخت. با اطلاع یک منبع رادیوی آزادی در ریاست نیروهای مرزبانی ولایت ختلان محمد اسرارزاده تلاش کرده است سیمخوار مرزی را عبور نموده به لب دریای پنج برسد. منبع میگوید او به امر بازدیدی سربازان اطاعت نکرده است و در نتیجه تیر خورده زخمی شده است. نریاد سرحدی وقتی غیر قانونی گذشتن سرحد را آشکار میکنند امر میدهند که ایستد، اما حادثه که شب شده بوده است فرار میکند و به امر اطاعت نمیکند و او را زخمی میکنند و در جای حادثه بازداشت کرده به بیمارستان انتقال میدهند و سحر در همان بیمارستان جان میدهد، گفت منبع. هنوز معلوم نیست که در بدن اسرارزاده مواد مخدر یا دیگر اشیاء غیرقانونی یافت شده است یا نه. با گفته منبع حادثه را حالا دادستانی تحقیق دارد. این اولین حالت نیست که ساکنان منطقه های نزد مرزی هنگام عبور غیرقانونی سرحد از تیر مرزبانان جان می‌بازند و یا دستگیر می‌شوند. یک ساکن دهه درقد که محمد اسرارزاده را می‌شناخت گفت که فقط در روز جنازه او فهمیدند که او در مرز کشته شده است. مقامات در 2 ماه اخیر از آشکار و مصادره صدها کیلو مواد مخدر در منطقه های مرزی ختلان خبر دادند. روز 24 ایون مقامات تاجیکستان توسط رسانه‌های دولتی اطلاع دادند که در مرز ناحیه همدان یک گروه 4 نفره شهروندان افغانستان قصد داشتند سرحد را عبور کنند. با گفته منبع آنها به فرمان سربازان اطاعت نکرده به طرف آنها تیر کشیده اند. در نتیجه درگیری یک قاچاقبر با نام محمد هاشم میراکبری 50 ساله کشته شده است. مرزبانان تاجیک از جای حادثه 71 کیلو مواد مخدر و یک چند سلاح آتشفشان را مصادره کردند. یک روز پیش از این حادثه مقامات قدرتی اطلاع دادند که شراف‌الدین ظریفوف ساکن دهه پنجابی ناحیه همدانی را بازداشت نمودند و از ماشینش 90 کیلوگرم مواد مخدر دریافت کردند. با گفته این مقامات این مواد مخدر را از افغانستان قاچاق کردند. حالا خط سرحد را در ناحیه فرخار و همدانی سیمخوار جدا می‌کند، اما طبق قانونگذاری عبور از سیمخوار بدون اجازه سرحدبانان من است. مقامات میگوید عبور غیرقانونی از سیمخوار همچون شکستن مرز ارزیابی می شود و هر نفری که امر سربازان را اطاعت نمی کند می تواند طبق قانون مجازات شود. حالا با گفته این مقامات مرزبانی مرز تاجیکستان افغانستان زیر نظارت دائمی است و برای پیشگیری قاچاق و عبور غیرقانونی دیدبانگاه‌های نو ساخته شده‌اند.